سپاس و حمد به حد من خدا را که سمعش در وجود آورد ما را. حرم از ما صد درود و صد سلام بر رسول و آل و اصحاب شما. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، همه شما را به این روز بندگی خدا، به این روز پرثواب و به این روزی که مکمل کننده روزهای هفته است، تبریک و تهنیت می‌گویم. و پیش از آنکه که همراه شما یک جای دعا کنیم، میخواستم یک نصیحتی را از حکمای ما و شما، دانشمندان ما و شما، عارفان ما و شما که بسنف ما و شما رسانیدن، در کتاب‌ها نوشتن، میخواستم نصیحت ایشان را اولا برای شما قرائت نمایم، بعدا خدا خواهد یک جایه با شما دعا میکنم. واختار بعد الحکما اربع کلمات من اربعة کتب. خداوند گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کند. چه دوستای خوب افضای پروردگار در عصرهای پیش وجود داشت، چه بنده های خوب در عصرهای گذشته بود که با تمام وجود خود خدمت در راه خدا می‌کردند. اگر در میدان جنگ برای دفاع قرآن و دفاع شریعت میشد، میدان جنگ را اختیار می‌کردند. اگر برای هدایت بندگان خدا نصیحت لازم میشد، قلم در دست می‌گرفتند. اگر برای محتاج‌های در راه اسلام خراجات پولی در کار میشد، از ذخیره‌های خود برای فقیرها و محتاج‌ها پول می‌دادند. چه بنده‌های خوبی بودند، چه دل‌های پاکیزه و خوب داشتند. و خدا قسم انسان تعریف ایشان می‌کند، حیات مسلمانی اونها را وقتی که ما می‌خوانیم از مسلمان بودن خود ما شرم داریم. و خدا قسم چه مسلمان‌های صاف‌دل بودند، چه مسلمان‌های استوار در راه خدا بودند. گوییم با تمام وجود در راه خدا خدمت می‌کردند. از همان بزرگ‌ها و ما و شما قلم گرفتند و در کتاب نویساندند. دوستان خدا همه یک جاره شدند و 4 کتاب آسمانی را در پیش خود گذاشتند. یکی تورات که به موسی علیه السلام نازل شده بود، یکی کتاب زبور به داوود علیه السلام نازل شده بود، یکی کتاب انجیل به حضرت عیسی علیه السلام نازل شده بود، یکی کتاب فرقان و محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد. بزرگان خدا این 4 کتاب را تلاوت کردند، خواندند و
هر 4 کتاب یک نصیحت را برای بندگانی که بعد از اونها در دنیا حیات بسر میبرند اشاره به سوی ما و شما هست، نصیحت کردن. من التورات من رضي بما أعطاه الله تبارك وتعالى استراح في الدنيا والآخرة. دوستان خدا کتاب تورات حضرت موسی را کشاندند. این کتاب آسمانی است و از داخل او سخن را گرفتند که سخن خدا بود، کلام الهی بود که پروردگار گفته بود است. اگر با آن چیزی که من شما را از مال دنیا دادم به همان اگر شما راضی باشین و قناعت داشته باشین، شما در دنیا و در آخرت آرام می‌بینید و استراحت می‌بینید. برادر عزیز، با آن چیزی که خداوند به شما داده است، به هر چی داده است، و بعض چیزی نداده است، یکی را می‌دهد اسباب و تخت و تاج سلطانی، یکی را می‌کنند محتاج بهر یک رطل نانی، یکی را می‌کنند صاحب فضیلت با طفیل علم ربانی، یکی گشته از جاهلی مطیع نفس شیطانی و قدرت هر چی خواهد می‌کند آن قادری دارد. از تورات بزرگان ما همین گرفتند که ای بنده‌های خدا، هر چی که خدا داده است از جانب خدا ببینید، در همان قناعت و راضی پیدا کنید، پس در شما آرامش دل پیدا می‌شود. اگر شما را خدا آن مقدار داد که با دیدن یاری رفیق خود و دیدن همسایه ها از دارایی خود ناراضی شدی، در تو آرامش پیدا نمی‌شود. وجود رزق مقدر نیست ممکن حاصل کنند اگر چون عنکبوتان رشته در 100 بام در کشید. اگر عنکبوت رو ببینید، پارتنک رو ببینید، هر کاری که می‌دهد همون کار به مثال تور است. تور هرچی کار زیادتر شد و همون قدر رزقش باز زیادتر می‌شود. ولی حضرت عبدالقادر بیگیر گفتند اگر شما صدها تار در تمام روی خانه ها و دنیا پرتایید، آن رزقی که خدا برای شما مقدر کرده است از او بیشتر و دریافت نمی‌کنید. و من الزبور من هدم الشهوات عز فی الدنیا و الآخرة. از کتاب زبور داوود چی گفتند؟ کسی که اگر خواهش شهوانی خود شهوات خود برهم زند و موافق نفس خود کار نکند و یک عزتی در دنیا و در آخرت می‌یابد. ببینید هرچی آدم خوار می‌کند، به آب و رو می‌کند، به عزت می‌کند، نفس می‌کند. نفس و من الانجیل من تفرد عن الناس نجا فی الدنیا و الآخرة. کسی از مردم اگر کناره‌جویی کند، تنهایی را برای خود اختیار کند و نجات دنیا و آخرت یابد. و من الفرقان و از قرآن چی گرفتند؟ من حفظ لسان سلم فی الدنیا و الآخرة. از قرآن این گرفتند که
کسی زبانش اگر محافظت کند، در بالای زبان خودش رهبر باشد، خود در دنیا و در آخرت سلامت ماند. چه نصیحت‌های خوبی کرد و آن چیزی که خدا داد راضی باش. از مردمی که از اونها معنویات یا چیزی از نیکی‌ها برداشته شده نشود، از اونها کناره ایست و یا زبان خوب محافظت کن، همچنان خواهش نفسانی را برهم بزن، خلاص تو عزت هم دنیا و هم آخرت دریافت کنی. خدای مهربان، آنچه بزرگان گفتند همه حقیقت است. خدایا با حقیقت گفته ایشان ما را عمل کننده کرد. خدایا ما را از بندگان خوب برگردان. خدایا وعده دادی که من هر کدام میتونم موافق عمل پاداش میدهم. خدایا عملهای ما را در دنیا عملهای خوب بگردان، عملهای گردان که از انجام او ذات تو خرسند باشد، ذات تو راضی باشد. خدایا از کردارهای بد، از عملهای بد ما را، زنهای ما را، فرزندهای ما را خدایا نجات بده. خدایا قدمات اهل جمعیتی که برای ادای جمعه گذاشتند، قدمهاشون را خدایا حسنات و میزانده گردانی و همه گناهاشون را خدایا مغفرت بگردان. و خدایا بندگانی که بیمارند، الان چی در بیمارخانه‌اند یا چی در خانه ها هستند یا چی در این جمعیت ها هستند، خدایا شفای کامل نصیبشون بکن. مسافرهای ما را خدایا در هر گوشه‌ای که باشند صحت و سلامت به خانگانشان برسان، رزق‌هاشون را فراخ بگردان، مشکلات‌های سفر خدایا از پیششان فرو بگردان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. همه شما را برادر عزیز بر این ماه رحمت، بر این ماه نور، بر این ماهی که سوزش گناه بنده ها خدا است تبریک می‌گویم و آن دعایی را که پیامبر گرامی وقتی که هلال میدید، ماه را که میدید دعا میکرد، وقتی که چشمش به ماه نو برآمدگی که رسید حضرت دعا کردند اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله إله رشد وخير. اول گفتن که خداوند را به امنیت و به ایمان، به سلامتی و به اسلام این ماه نو را پر کردن، ماه هدایت و ماه خیر، ماهی که نو میبرد برادر عزیز. این دعایی که من خواندم، این دعا برای همون ماهی که نو میبرد. ببینید کلانتران را و شما وقتی که ماهی نو را میبینن همش دعا میکنن. این دعا همچنان باشد که خدایا با امنیت و با ایمانداری، با تن صحت و با اسلامداری این ماه را پر گردان. پرگرداندن ماه یعنی این ماه از بارای ما وقتی که یک ماه را سپری می‌کنیم، در دوام این یک ماه ما را با ایمان و امنیت و با اسلام و با سلامتی نگهدار. این دعای پیامبر ما بود.
از خدای مهربان خواهان او هستم که خدایا اهل این جمعیت ما را تمام بنده های مؤمن و موحد و مسلمان خدایا باید تنصیحت و باید اخلاصی بلند گذرانیدن این ماه نصیب رو بشید. برادران عزیز و گرامی، خداوند در سوره بقره می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کتب علیکم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات والقرآن. خداوند و تمام بندگان خود و تمام ایماندارها، البته این آیت حواله به سوی بنده های ایماندار است، هر کسی که ایمانی و پروردگار دارد کتب علیکم الصیام، ما با آنها داشتن یک ماهی روزه را فرض کردیم، چگونه که بر امت‌هایی که پیش از شما در حیات بودند و آنها فرض کردیم. پس برادران عزیز، روزه داشتن بسیار مشقت است، بسیار مشقت است، این کاری آسان نیست، این کاری هر کس هم نیست. شما تصور نکنید که روزه کاری آسان است. اگر روزه کاری آسان میشد خداوند در قرآن میگفت ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، نمیگفت که من شما را بر روزه امتحان میکنم. ببینید خدا میگه من شما را بر روزه داشتن امتحان میکنم. ماه مبارک هم میبرم پیشتان و بالای شما حکم میکنم که این ماه روزه داشتن فرض و نظر میکنیم آیا از ماه رمضان روزه میگیری یا میگیری. تفسیر روح البیان علیکم به شکل جمع اشاره میکند که خداوند با تمام اعضای تو روزه را فرض کردیم، با دست تو، با چشم تو، با شکم تو، با پایهای تو، همه اعضای تو باید که روزه دار باشه. برادر عزیز، همه اعضای ما باید که روزه دار باشه. پیامبر گرامی میگوید لیس الصیام من الاکل و الشرب، انما الصیام من اللغو و الرفث. برادر عزیز با دقت باشید، پیامبر گرامی میگوید روزه اگرچند که معنای لغوی روزه امساک است، امساک با ایستادن از خوردن از نوشیدن، ولی پیامبر گرامی میگه که معنای روزه این نیست که شما نخوردید و ننوشیدید تمام ما روزه را انجام دادیم، بلکه در برابر روزه شما از کارهای اگر غیر شرعی اگر دور نیستید این روزه شما پروردگار میگه نزد خداوند هیچ حاجتی نیست که شما خواه روزه میگیرید خواه روزه نمیگیرید، حاجت ندارد پروردگار. پس ما برادران عزیز در برابر روزه داشتن زبانها را بسیار محافظت کنید. روزه‌دار
و با زبان تشناب کنی، روزدار باشی و با دستها حرام کرده پروردگارت دست رسانی کنی، روزدار باشی و با این قدمها در راههای نادرست قدم زنی، روزدار باشی و برادر مسلمان را فریب کنی، روزدار باشی و گویی امروز مردم ضرورت دارند خواهند نخواهند از مالهای ضرورتی برای خوردن حتمی خریداری بکنند. شما نرخی او را بلند بردارید، از این چی روزداری میشود؟ اگر در تمام دنیای اسلام ماهی روزه ماهی خیر احسانی بنده های خدا باشد، در ماها بسیاری از انسان ها سوء استفاده از ماه رمضان میکنند. ندانم که ماه رمضان کسی دارد ندارد حتمی خریداری میکنند، در مال خود قیمت دیگری را نسبت دیگر ماها میگذارد. برادر عزیز، این ماه ترحم است، این ماه خیر احسان است، این ماه غمخواری است. کوشش کنید که در این ماه با طعن روزدار خود حق برادر مسلمان خود را باز نکنید، برادر مسلمان را باز نکنید. شما همچنان گمان نکنید که من روزدارم. نه، این روزه تو در نزد خداوند از روی حدیث هایی که در کتاب ها آمده است و اصطلاح های روزه گوید اگر تو دروغ گویی خیانت کنی حق برادر مسلمان کنی یا بالای برادر مسلمان رو ظلم کنی، 5 نفر ندارد خدا است. خداوند گفت شهر رمضان انزل فیه القرآن. این ماه برادر عزیز ماهی هست که در شب قدر، شب 27 از این ماه مبارک نزول قرآن بود. این قرآنی که هدی للناس و بینات، این قرآنی که هدایت برای عالمیان آمده است، مردم از حراکت برای نجات دادن آمده است، مردم را از وحشانیت و مردم را از ظلم نجات دادن خداوند قرآن فرستاد. همون قرآن در همین ماه مبارک نازل شده است. جای افسوس هم هست برادر عزیز که بعضی از شما تا حال قرآن را گشادن یک طرف در دست داشتگیش نیستید. آیا گشادن و خواندن قرآن برای این خیلی ایمان قوی در کار، برای این خیلی جوانمردی در کار، برای قرآن خواندن خیلی غیرت در کار، ناموس در کار، ننگ و عار اسلامی در کار. ولی بعضی ها حتی قرآن در دستش داشتگی نیست، بعضی ها در خانه تو قرآن نداره. قرآنی که پروردگار او را به ما شناس دارد که هدایت برای عالمیان آمده است. در قرآن در چندین جای قرآن پروردگار همچون نور معرفی کرده است. ما برای شما نور فرستادیم، روشنی فرستادیم. افسوس که از همین نور بسیاری از بنده های خدا درک نداریم. شرم هم نکنیم باز که ما قرآن خوان شدیم، حتی در فکر کنم نمیگذاریم ما قرآن خوان شدیم. اگر من گویم 100 حرف تو باور کنید کم است میلیون حرف تو قرآن خوانده میکنیم. این قرآن باور تو شکایت میکنن. برادر عزیز
ولی امروز امکانیت قرآن یاد گرفتن هست، قرآن از خواندن امکانیتش هست، ولی امروز نمیخوانی یا حسرت دارد که پشیمانی دارد. خوب نشد که شما از دم سحر چای سحر میخوری و بعد چای سحر پا را دراز کرده خواب نمیکرده و هر یکتر 40 آیت میخوانی، 40 آیت خودت همت قرآن هم بکشانی و از روی آیتهای قرآن میخوانی و با چشمات همون آیتهای قرآن را نگاه میکردی. پیامبر گرامی گفتن کسی قرآن هم در دستش هم میدارد، در دستش میگیره و حتی در دستش میگیره و نگاه میکنه نگر این معجزه الهی است، این کتاب آسمانی است، این هدایت برای عالمیان است و همون را در دیده‌هاش اگر مالد. پیامبر گرامی گفتن که هر جای قرآن رسید آتش دوزخ خدا بالای او خود را خراب کردنی است. برادر عزیز، داشتنش حال گوشوادنی او، خواندن او این سربسر برای فایده ایجابی داشت. هر روز حدیث‌های پیامبر میگه که جبرائیل نزد پیامبر میآمد و قرآن را برای پیامبر درس میداد هر روز در ماه رمضان. برای برادر عزیز، شما از قرآن دور نباشید، قرآن ها باشید. پیامبر گرامی میگه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها حلو ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمه حلو. آن مؤمنی که قرآن میخواند، پیامبر گفتند مؤمنی که قرآن میخواند، مثلا شما هم الحمدلله مؤمنین، لیکن موازن مؤمنی با قرآن خوانه. شما را پیامبر گفت که شما حکم اپیسی ندارید، هم بوی خوش دارید هم مزه شیرین دارید. ولی مؤمنی که مؤمن است و قرآن خوان نیست ولی او خرما هست، مزه شیرین دارد ولی بوی ندارد. حضرت عثمان از نام پیامبر میگه خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما مسلمان ها آن کسی است که قرآن میخواند با قرآن و دیگران تعلیم میکنه. بهترین شما هستند. کوشش کنید برادر عزیز، همه کوشش کنید در همین ماه مبارک اگر بار همه داشته باشید در دستکاتون دارید بشارید. اگر مشتقیداری که به چرا به قوت هم به شرایط هم دیگر گویم برای اونها شاید که قوت محافظه شان ضعیف شده باشد، اونها دارن و در دیده هاشون بارن برای عذر است، لیکن برای شما عذر نیست. شما در همین ماه کوشش کنید که قرآن خوان شدید، در همین ماه تلاوت قرآن کنید. چه برکاتی به نام خدا برای هر کلام شما میرسد. سحرها بامداد تلاوت کنید، ثواب می‌برد. برای برکات عمر خودتان گذشتگانتان ببخشید. بعدا طهارت کنید و گوییم طهارت خوب انجام دهیم و باز برای نماز با جماعت بامداد اشتراک کنید. یک ماه هر یکل انسان خدا داره، یک ماه کوشش تو نمازات با جماعت بخوان. پیامبر میگوید من فرح بدخول رمضان
کسی که اگر با داخل شدن ماه مبارک رمضان خرسند می شود، حرم الله جسده علی النیران. اگر کسی خرسند است که امروز تراویح میخوانه، خرسند است که ماه مبارک رمضان آمد، پیامبر گفتند که بخاطر آن که تو را خرسندی فرا گرفت، خداوند جسدش را هم به آتش دوزخ سوزاندن را حرام حکم کرد. وقتی اگر تو خرسند شدی، باور کنید برادر عزیز، هست انسان ها مؤمن های داریم که آنچنان بیچارا ضعیف ایمان هستند که حتی برای اونها آمدن رمضان یا خواندن تراویح در ماتم است. حالا در همین ماه جستجو میکنن تو در کجا در 15 دقیقه خواندن بشه همونجا میکنن، کجا در همین وقتی کمترین در کجا خواندن میشود، همون جا رفته فکر میگرد که خداوند محتاج 4 رکعت نماز تراویح باشه. برادر است، خداوند احتیاج به نماز ما ندارد. ولی ما کوشش کنیم که این ماه مبارک با این قدر رحمت، با این قدر ثوابی که در داخل دارد، گوییم که از دست ندهیم. میرود به نام خدا. بسیار کاری بینید، باز در روزگان جلو برو بشه و باز شما را یا به این تبریک میکنید یا به شب قدر تبریک میکنید. یک زمان دراو میگذرد، ولی پشیمانی نیست همون مقاله های مردم که مشتی که بعد از جنگ به یادت آمد در سر خودت دارد. پشیمانی که بعد اگر تو را پشیمان گردانی، این پشیمانی ها دیگر به حال تو و جان اکرام تأثیر و کارده نمیباشد. یک انسان در بالای سواره خود خواه اسب باشد، خواه شتر باشد، آذوقه‌های خود را گرفت و آب گرفت، طعام گرفت، برای یک ماه خوراکهای خود را جمع کرد و در یک میدانی که دیگر گویم آخری را دیگر می شود، انسان اگر به آب و به طعام ماند در اون میدان حتمی هلاک می شود. تمثیلی هست در حدیث پیامبر، مثالی هست. بعدا وقتی در این میدان در یک جای می خواهد که توقف کند، ایستد، استراحت کند، وقتی که از سواره خود می براید و خواب میخیزد که سواره همراه طعام و نوشابه و چیزی که داشت نیستند، کجای رفتند. اگر تصور کنید برابر عزیز، خداتون را تصور کنید که در یک میدانی که آبی رو ما و شما دیدن میتوانیم هزارها دهها هزار کیلومتر پهنی‌ها دارد، با خود خوراکی داشتیم، سواره داشتیم، همه اونها رفتند. چقدر غم ما را فرا میگیرد، خیلی غمگین میشوید. پیامبر گفتند بعد از آن که غم زیاد فراش میگیرد و با فکر همون باز خوابش میبرد، چشماش میگشاید که همون سواره با تمام همون موادی که داشت باز در پیشش حاضر میشود. همون صورت چیزی خرسندی شما را فرا میگیرد. فکر میکنم دیگر گمون خرسندی و این خرسندی برابر شدن نمیتواند. پیامبر گفتند خداوند از توبه کردن بنده مؤمن از این شخصی که سواره خود را گم کرده بود و پیدا کرد از خود خرسندتر میشود. این ماه توبه هم هست برادران، ولی در این ماه ببینیم
بسیاری از بنده‌های خدا که تا 1 سال در معصیت خدا قدم زده بودن مانده شدن، خیلی مانده شدن. دیدن که در راه معصیت عزت نیست، آبرو نیست، قدر نیست، قیمت نیست، مادیات میشکنند، معنویات از دست میرود، دیگر نه فرهنگ دارد نه مدنیت دارد. همه اینا که میسنجد و خلاصه میاد که بجز راهی درست راهی خدا دیگر جای در من قدر پیدا کردن نمیتونم. بعدا میآید و در نمازهای تراویح ما و شما اشتراک میکنند. اما دیگر که شما زبان پیدا نکنید و باید مورد تعلق قرار دید، نه شما نکنید. خدایی هست که همون 1 ماه تراویح میکند، خداوند به سبب همون خمر شدن شاید مهر و محبت اسلام در دل رو جای کنند. چی میتونید گفت حضرت مولوی جنون بخاری سوی کافر هم نبینی مبادای فروز از شمع دین. حتی آدم کافر بخاری میدد نظر نکنند، شاید خداوند از همین کافر آدم را تیار کند که در اسلام نور افشانی کنند، در اسلام خدمت در راه خدا کنند. چی میدانید؟ و همین خاطر او برادرایی که از ما و شما آمدن ما اونها را یکی مبادای تحمل کنیم، زیرا ما خود ما تحمل تیاریم. ما خود ما خود از سهل و غلط و قبول هستیم. اونا را پیش آمدیم بگیم پهلوکان در جاش بکنیم برابر ما و شما نماز کنند. و چگونه یکی انسان در پیدا کردن همون سواره خود خرسند شده بود، باید در آمدن ماه رمضان هم همچنان خرسند باشد. زیرا که پیامبر گفتند لأن الحسنات مجتمعة، زیرا ببینید یک نیکی در ماه رمضان از نیکی‌های دیگر ما فرق می‌کند. اگر یک سامانی خیر ما در راه خدا و 700 در غیر رمضان عوض شود، در ماه رمضان 1/100 ما از 700 هم بالا چند است الله خودش دانست. ببینید بسیاری از بنده‌های خدا در ماه رمضان زکات می‌دهند. زکات‌های مالشان در ماه رمضان جدا کردند به خاطر اینکه این مال حسنات پروردگار نیکی‌ها خداوند از 700 هم بالا برای بنده‌هاش نصیب می‌کند. و طاعات مقبولتون، اگر ماه بود است که پیامبر گرامی گفت هر طاعتی که بکنی خدا قبولش می‌کند. این در غیر این ماه ما طاعت‌هایی داریم که تا آخر در داخل نماز در ذهن ما در دین ما هر گونه وسواس‌ها و هر گونه گوییم که فکرهای پیدا می‌شود. اما همچنان نماز هم اگر در ماه رمضان ماها خوانیم خدا به خاطر ماه رمضان قبولش می‌کند. و طاعات مقبوله و دعوات مستجابه. ببینید در دعا می‌کنید ماه رمضان در خدا قبولش می‌کند. این ماه فایده‌اش همین است که نیکی‌هاش از 700 بالا کرده است، عبادتات را خداوند قبول می‌کند. دعایی که می‌کنید خدا دعاتون را قبول می‌کند. و ذنوب مغفور و گناهات را پروردگار می‌بخشد. و الجنة مشتاق لکم، پیامبر جنت مشتاق آدم روزدار است. حضرت موسی رسول پروردگار مناجات کرد، گفت پروردگار برای امت محمد صلی الله علیه و سلم چی دادی؟ خداوند در جواب گفته بود است، غزالی در کتابش می‌آورد من 2 نور برای 2 تاریکی را دور کردن امت محمد نصیب کردند. گفتند این چی کدام نور است؟ گفتند نور رمضان است و نور قرآن است. گفتند آن 2 تاریکی که از بالای امت‌های پیامبر دور می‌شود
اونها ندامن. پروردگار گفته بود است که این تاریکی قبر و تاریکی روز قیامت است. خداوند به خاطر این ماه رمضان برادر عزیز و به خاطر قرآنی که ما و شما میخوانیم تاریکی های قبر مانند و تاریکی های روز قیامت مانند خدای مهربان برطرف می‌سازد. در هر مسجدی که نماز میخوانیم برادر عزیز کوشش کنید که تا آمدن برادری که نماز شما را میخوانند اگر قرآن خوان باشیم قرآن ها را کشانید و تلاوت کنید. هر یک دقیقه این ماه رمضان را به قرآن خوانی سپری کنید. در حالت نماز خواندن هم برادرایی که نمازهای شما را میخوانند مجبور شما نکنید که تیز خوانند. مجبور نکنید. بگذارید چنان خواند که حتی شما هم خواندنی گوییم که تشهد، التحیات لله و صلوات و طیبات یا درودهایی که در تشهد است شما هم در راه کنید. آنچنان تیز میخوانید که حتی برادرایی که از پس ما و شما نماز خواندن یا میخوانند همونها دریافت نمیکنند ما یا بعضی ها اگر کم طرف پیشوا اگر به حضورتر خواند مثلا موافق سنت خواند این دفعه ما و شما راحت میشویم. در این ما و شما راحت میشویم و در این مثلا ما و شما ناراحت نشویم، ما و شما بسیار خرسند شویم، بطاقت باشیم و فراموش نکنیم که در ماه رمضان گذرانیدن ختم سنت است. اگر چند که امروز بسیار مسجدهای ما امکانیت پیدا میکنند ختم گذرانیدن نمیتوانند، ولی گذرانیدن ختم فقهای ما و شما سنت گفتند. حتی صاحب کتاب مختصر میگوید حتی قوم اگر تنبلی هم میکنند شما ختم را ترک نسازید. حتی اگر قوم گوید که نه ما خواهش نداریم یا نمیخوانیم یا زور ما نمیرسد یا قوت و توانایی نداریم همون حالت هم میگوید شما ختم را ترک نسازید. یه روز برادر گفتن که در ملک‌های خارج تا 20 روز یک ختم میشود، باز دهه آخر را باز از اول دهه آخر را باز یک ختم دیگر میشود. دو ختم میکنند. دهه آخر که از مادرمان عایشه حدیث مبارک است که پیامبر دهه آخر را مسجد میرفتند اعتکاف میشستند و این خاطر دهه آخر را در دولت‌های خارج در دولت‌های مسلمانی باز یک ختم دیگر میکنند. خلاص از هر یک دقیقه این ماه مبارک استفاده میبرند. دیگر پیامبر گرامی گفتند من انفق زوجین فی سبیل الله نودی من ابواب الجنه یا عبدالله هذا خیر. پیامبر گفتند اگر کسی در ماه رمضان یا در غیر ماه رمضان یک جفت را اگر در راه خدا خیر احسان کند از تمام درهای جنت و او ندا داده می شود که از تمام درهای جنت به او ندا داده می شود که ای بنده خدا بسیار کار خود را انجام دادی. یک جفت مراد از یک جفت خواه اسب باشد نر و مادر، خواه گاو باشد نر و مادر، خواه گوسفند باشد نر و مادر. اگر در بایه‌های ما بیچاره بغیر یک گوسفند دیگر و دو جفتی را میکنند، یک جفتی را خیر نمیکنند. کم از تو بایه‌هایی که یک
جفت در راه خدا اگر خرید کنی که پایگاه کنم. خدا هرگز ذهنهاشون خوب میکرد، خدا توفیقشون رو مستحکمتر میکردن که همه ماه رمضان در حالا بعضی از بایهای ما شما بر همون فکرهای پیشینه های دهه اخیر نگاه میکنن، همون دهه اخیر را باید دهنه نام میکنن و همون تمام گویا که اگر بایش حساب خود شیافت و گویا کمکی در انسان ها کرد. باور کنه همون که باید ناشا نکنیم. آبای کسی از که بشاره از روز اول همین روز ادا کرد. یک مال زخم میکنه 5 کیلویی گوشت بالای ما 500 گرم 1 کیلو میدن. 5 کیلو گوشت بعد از خانه مردم فردا ما این رمضان در خطی کودکاش بخورد در حق دعا کنند. این را بایی میگه برادر عزیز. برای آدم میگوید 500 تومان در یک گوشت خریدن چیه یاده؟ برای کمبغل مقصد دریافت کردن این پول خیلی مشکل است. برای بایی ها خدا داده ایتان کسی به شما دشمن نیست. ما هم خواهانیم که خدا بعضی را بیشتر کنید ولی برابرش قیمت کنید، انصاف کنید. شما در ماه رمضان دهه آخر جستجو نکنید. از همین روز اولش تو میان بودم حاجی های ما میآیند بعد شیخ‌های عرب را تعریف میکنند که ماشین قدیم را میریزد. همون بعدش باور کرد بعد نیست که بالای ما پول ندارد. بایها نه بایهای هستند که اون که پیامبر گرامی گفتند بایی هم به سبب دعای فقیر هاست، دعای حمنا است که خدا دیگه سرات دولت دارد. انشاءالله من باوری دارم که اگر در همین جمعیت ما یکان آدمی دسترس باشد، پولدار و مالدار باشد، پدا یک مال ضبط میکنند، مال کلام ضبط میکنند و در هر خانه برادران مسلمان حداقل 2 کیلو 3 کیلو در برابر میتوانید که شما روان خرید، کم خرید، چیزی که همون روزدار میخواد. برادر عزیز، یک آدم روزدار روزش کشادن تو میدانی چقدر ثواب میگیری. یک روزدار اگر روزش به مال خودت اگر کشایی، پیامبر گرامی گفتن که کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به. همه عمل آدم برای اوست مگر رمضان، مگر روزه از من است و من جزای روزه را میدهم. حتی پیامبر ما گفتن والذی نفسی بیده، قسم به آن خدایی که جان محمد در دست اوست، لخلوق فم صائم اطیب عند الله من ریح المیس. دهانی که بوی میکنن از روزدار، همون بوی دهان روزدار پیامبر گفتن در پیشگاه پروردگار از مشتم دیده محترمتر است. محترمتر است دهان همون بوینا که گویم آدم روزدار. این قدر واسه باشد پاداش این را که خدا دهد بدانید چقدر ثواب آدم روزدار میگیرند. اگر شما روزه ایشان را به مال خدا و محصولات هایی که روان میکنید کشادید روز به حالتون به نام خدا دولت ماباد 10 چند 100 چند بار افزایش می‌یابد. چی در دستان می‌آید در همین ماه رمضان، در همسایه‌داری‌هاتون، در کیش و تباراتون، در خواهر و برادراتون. حالا بعضیاتون خیلی خواهر و برادر قهریه، اینجا می‌شمند و خنازم نشانید صحبت‌ها را گوش بکنید، ولی حتی با بعض برادر خواهراتون قهریه در ماه رمضان. از همین روز اعتباراً آیا فرصت داره کسی با کسی ملال است، ملالی را از بین نابود کنید، قهرگی ها را دور کنید به خاطر این ماه مبارک. هرچی از دست آمده یکدیگر کمک کنید. خدا خواهد در پیشگاه پروردگار شما البته ثواب خیلی کلام میگیرید. همینجا یک چند خواهران ما از مسجد آمدن
و سوال کردن همین سوالهاشون رو جواب گوییم. با عرض سلام آغاز سوالها و التماس دعا می‌کنیم. اختیاری که اگر زنی که در فیلم بازی کند و با مردی ازدواج بکند، آیا آن زن با همسر اصلی خودش یعنی بیگانه یعنی نکاحش باطل می‌شود یا نه؟ التماس دعای خیر از رهنمایی اسلامی حضرت ایشان حاجی میرزا در حق حرزداران ما و بیماران ما دعای بکنید با احترامیت گروه جوان‌دختران مسجد اسلامی. اگر خواهی از این سوال کردم که اختیاری که در فیلم بازی بکند ولی خودش از زنی کسی بکند یا مردی که او را همچو زنی خود فریاد میزند، آیا این زنی وای به حساب میرود یا نمیرود؟ نه، به حساب نمیرود. اگر زنهایی که مخصوص با شوهردار باشند اگر در فیلم نکاح کرده هم بگیرند، اگر در مثلا نقشی هست که باید نکاح کرده میگیرد، یعنی از بالای نکاح شوهرش نکاح هم بگیرند و نکاح نیست. چگونه که زنهایی که شوهرهاشون طلاقشون دادن و شوهر میکنن که باید نکاح نیست، باید زندگی نیست، باید نکاح درست نشده است. اگر چند همون کسی که نکاحی باید خوانده باشد هم معنی رو ندارد که نکاح شده است، زیرا شرط‌های درست شدن نکاح وجود ندارد. برای آنکه نکاحی این زن درست شود او باید که طلاق از جانب شوهر گرفته باشد، بعد طلاق 3 حیض گذشته باشد. اگر شوهرش گذشته باشد گوییم که عده مرده را گذراندن در کار بعدا و اگر نکاح کرده گیرنش اینجا درست میشود. ولی در فیلم ها اگر زن شوهردارم که در نقش نکاح کردن اگر گیرن ولی زن وای نمیشود، یا اگر زنان گفتن خیرات زنند ولی زن وای نمیشود. ولی اگر با شوخی دختری که شوهر نکرده است یا زنی که طلاق دادنی است مثلا تیار است برای نکاح کردن با شوخی گویی که اگر شاهدا باشد هم اگر 2-3 مرد باشد 2 کس مرد باشد تو با جانبی با شوخی گویی که زن من نشوی او گوید بله من زن تو نشوم، راضی که من شوهر تو باشم؟ من راضی، اما اون زن تو است. اگر با حسدم گوید و شوخی هم گوید تن نفس من با تو بخشیدم، او گوید من قبول کردم شاهد باشد تمام نکاح شد. و شرطی که دختر باشد مثلا یعنی اول شوهر نکرده است یا شوهر هم کرده باشد طلاق گرفتنی است که برای نکاحی صحیح شدن نکاحی اون مانعی نیست. یعنی با حد اگر نکاح کنن نکاح درست میشه. اگه خواهرها از راه دور همین مکتوب شدن. خب باز از سوال دیگر یک جوان دختر بیمار از چند سال میشود که برایش خواستگار پیدا شد که آن پسر این دختر را دوست می‌دارد. پس از فهمیدن بیماریش دیگر به خواستگاری نآمده است. با همین چند ماه گذشت دختر نیز او را ندیده عاشق شد، ولی پدر و مادر پسر فرزند خود را با حیله و با دم جادوگرها با دیگر دختر ازدواج نمودند. آن پسر زیاد روزهایش را با نوشیدن عرق و از دیه بیرون می‌گذراند. تقریبا از سن 11 و فروختن مواد مخدر مشغول است. این جوان دختر هنوز او را دوست می‌دارد و با او با طریق تلفن صحبت می‌کند، ولی تا حال با او آزاد یعنی روبرو گپ نزده است. این دختر برای او و همسرش بخت می‌خواهد. ایشان نظر شما عرب خصوص نظر اسلام در حق این جوانان چیست؟ آیا این دختر گناهکار حسابیده می‌شود آیا جوان پسر؟ از شما خواهش می‌کنم که برای آن دعای خیر کنید و سوال از مسجد روحی. اکنون خیلی از سوالی عزیز که رسیبای سوال نیست باز شما خاطر کن ملال نشود. جوانی که به مخاطر مثال مواد مخدر داده شد، جوانی که به نوشیدن مثال عرق نوشی مشغول شد، این خواهر دختر کسی باشد در دستی وی حج می شود.
حتی اگر بیمار باشد برای این او آدم خودش بیمار است، مخدر میفروختگی، مخدر استفاده میکردگی یا نوشابه های اسپریتی استفاده میکردگی، برای این گونه شخص زن دادن جنایت است. آیا جنایت نیست؟ کنام از آن جمعیت اگر یکی مواد خاطر شد کنام دختر و حقیق بچه میدین. اگر برای خواستگاری خانه بیاد که من مواد مخدر میفروشم یا مواد مخدر استفاده میبرم یا عرق نوشم، آیا دختر شما به صاحب نیست؟ شما رحم انصاف دارید. برای همین خواهر عزیز دیگر گفت که با او بچه ما تلفنی صحبت که از این صحبت تلفنی شدم این همچون لیکی زینای زبانی می شود، دیگر باید تماما سراغ و پنی نتوند. بیزار مثال باید چیکارش میکنند و جادوگر میبرندش و کجا میبرند بردن گیرد. ولی شما در حقی خودتان دعا کنید که خدا شما را شفا دهد و فردا شما یک جوانی سالم و صالح را صاحب شوید. خداوند عاقبت همه ما را به خیر بگرداند، ایمانمان را با سلامت نگه دارد و این جمعه را خدای مهربان از همه ما و شما قبول بگرداند. آمین یا رب العالمین. برادران الان در مسجد ما شکر الهی که 5 تا حافظ قرآن آوردیم برای گذراندن ختم ماه رمضان. این بار اول است در مسجد ما. اینا بگیم استادای و فرزند ما هم یک قاری های مشهوری که برادرمان قاری محمد سعید ازرامی در تمام مسابقه ها شما میدانید که قاری های این برادر جای اول اشتراک میکنند. اینجا دادن ما قاری واجدین، قاری عبدالرشید و قاری سید اشرف، قاری جلال الدین و نخستین الحمدلله که فرزند ما هم این سال ختم می‌گذرانند در همین مسجد قاری احمد جان حضور دارند و از ایشان هم خواهشم همین است که خداوند اینها را در همین راه باز هم مستحکم‌تر نگه دارد و خدای مهربان این قرآنی که اینها حفظ کردند، محنت کردند، زحمت کشیدند، خداوند روشنی برای قبر و روز قیامت و روشنی برای والدین ایشان می‌کردند. انشاءالله از همین روز تراویح‌مان آغاز می‌کنیم. هر کسی که مثال خواهشاشان باشد هر روز یک پاره خواهیاب که نصیحت کردیم، یک پاره این خواهیاب ایشان با ختم‌ها و زرانگی هستند. من هر دیگه آخرش 1 ساعت است. من گفتم اون دیگر که با بعضی وقت مثال فکرات آمد بزد که چند ساعت میخوانده باشن ختمان 1 ساعت است. هر سال با 50-55 مینوت از همون سوره فیل تا سوره ناس میخوانده. فرقش همین قدر است که اینها هر روز یک پاره قرآن در سوره بقره آغاز میکنند، در سوره ناس آدم زنده را خدا خواهد انجام میدهند. در گوش ما 1 ماه پره کل قرآن انشاءالله به سمت ما و شما میرسد، در شهر ما و شما، در ملک ما و شما صدای قرآن با پرمگی مثال میبراید. خیلی فیض و خیلی برکات دارد. قاریای محترم شامدی میگیم خداوند در عمر جان شما برکات دهد و قاری محمد سعید هم که برای برآوردن قاری‌ها بسیار برادر ما در نفع زیاد می‌کشد و هر سال خیلی قاری‌های زیاد می‌برآورد. خداوند در عمر جانش برکات از همه آفت‌های زمینی و آسمانی خداوند ایشان نگه دارد. این اینجا اجازه دیدن کنم. این با شک مورد. خب یک برادر از سورا بابای گریس اینجا یک مبلغ دادن 10 سامان دادن. اون یک مبلغ میگیم بعضی ها شم باشه بوده خیلی کرده 10 سامان یکی با در حقی کسانی که در صندوق خیریه خیلی احسان کردن.
تا در حق روستاها دعا کنید. بیماری‌های محله عبدالرزاق، بابای تا شریف، بابای حاجی فیض‌الله، بابای حاجی ابرار و دیگر بیماری‌ها دعا خواستند. جنازه جوانی هم در اینجا حاضر و